سلام. از میدان تقسیم استانبول با سفری آسان با دکتر حبیب راهی اسکله کاباتاش میشویم. از آنجا با تراموا، کشتی، قایق یا پیاده به مراکز خرید و تفریح استانبول دسترسی آسان خواهید داشت. مکانی که مقابل شماست ورودی ایستگاه‌های اتوبوس است و یک طبقه پایین‌تر به ایستگاه مترو تقسیم میرسه. از مکان روبرو ورودی شماره 1 مترو وارد ایستگاه میشیم. هم از طریق پله و همین که از طریق پله برقی میتونیم وارد بشیم که امروز پله برقی در حال تعمیره، پس ناچارن از طریق پله وارد ایستگاه میشیم. از اینجا که به انتهای پله ها میرسیم از سمت راست وارد ایستگاه مترو میشیم و از سمت چپ به سمت فونیکولر میریم که ما از سمت چپ ادامه میدیم. از سمت چپ به راهمون ادامه میدیم. اینجا مستقیم تا میرسیم به پله برقی. از پله برقی پایین میریم. قسمت روبرو که مشاهده میکنید ایستگاه فونیکولره. به راهمون ادامه میدیم، مستقیم جلو میریم و برای استفاده از فونیکولر باید استانبول کارت داشته باشیم. اگر استانبول کارت داریم از دستگاه سمت چپ اونو شارژ میکنیم و اگر استانبول کارت نداریم همونجا از دستگاه ها استانبول کارت دریافت میکنیم. اگر مشکلی داشتیم در دریافت استانبول کارت یا شارژ اونها میتونیم از مامورین مترو بخوایم که این کار رو برامون انجام بدن یا به توضیحاتی که در این مورد من قبلا دادم مراجعه کنید. از قسمت روبرو با استفاده از استانبول کارت وارد ایستگاه فونیکولر میشیم. به راهمون ادامه میدیم تا به واگن ها میرسیم. وارد کابین میشیم و منتظر حرکت. از میدان تقسیم تا ایستگاه کاباتاش حدود 3 دقیقه زمان میبره و یک ایستگاه است و پس از طی 650 متر از کابین پیاده میشیم. توضیحات در رابطه با وسیله نقلیه فونیکولر رو میتونید در دیسکریپشن مطالعه کنید. از کابین پیاده میشیم و مستقیم پشت سر جمعیت به راهمون ادامه میدیم. میتونیم از پله ها بالا بریم یا از پله برقی بغل پله ها. من ترجیحاً از پله ها بالا میرم و مستقیما وارد ایستگاه کاباتاش میشم. از همینجا مستقیم بالا میریم. از سمت چپ خارج میشیم و از سمت راست وارد اسکله کاباتاش. مستقیم بازم میتونیم به فونیکولر وارد بشیم. از سمت چپ وارد ایستگاه تراموا میشیم، ولی ما راهمون از سمت راست ادامه میدیم و وارد اسکله کاباتاش میشیم. در اسکله کاباتاش شما میتونید با استفاده از قایق و کشتی به همه مناطق استانبول و راههای آبی دسترسی داشته باشید. در تابلو روبرو همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اشاره شده به دانشگاه معمار سینان، پارک فندقلی و ترمینال ترانسفر کاباتاش. اینجا از پله برقی بالا میریم و وارد اسکله کاباتاش میشیم. به انتهای پله برقی که رسیدیم از سمت چپ وارد پیاده رو به سمت کاخ دلماباغچه میشیم و تقریبا با 1 رو پیاده روی آسان به کاخ میرسیم. همینطور که پیاده به سمت کاخ میریم
توضیحاتی در رابطه با کاخ براتون میدم که چرا باید کاخ رو ببینیم و محل این کاخ کجاست. کاخ دلمباغچه توی قسمت اروپایی استانبول و کنار تنگه بوسفور. اینجا یک کاخ لوکس و مجلل متعلق به دوران عثمانیه که در قرن 19 میلادی ساخته شد. سلطان عبدالمجید اول که از زندگی توی کاخ توپکاپی خسته شده بود تصمیم گرفت یک قصر جدید و مدرن‌تر بسازه، ولی با همون عظمت عثمانی. نتیجه یک ترکیب فوق‌العاده از معماری باروک، نوکلاسیک و عثمانی که هنوزم بعد از حدود 150 سال آدم رو محو زیباییش میکنه. حالا ببینیم داخل کاخ چه خبره. اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه تالار کریستاله. این تالار یک لوستر غول‌پیکر داره که وزنش حدود 4.5 تنه. هدیه ملکه ویکتوریا از انگلستان. کف این تالار با بهترین چوب‌ها فرش شده و دیوارها و سقفش پر از طلاکاری و گچبری‌های ظریفه. بعد از اون پلکان کریستالی قرار داره که شاید یکی از خفن‌ترین قسمت‌های کاخ باشه. این راه پله با شیشه، برنز و چوب ساخته شده و مثل یک اثر هنریه که مستقیم از دل تاریخ بیرون اومده. بخش خصوصی سلطان اتاق‌های خواب، اتاق‌های مطالعه و سالن‌های پذیرایی فوق‌العاده‌ای داره. توی این قسمت پرده‌های ابریشمی دستسوز، فرش‌های ایرانی نفیس و مبلمان‌های اروپایی خودنمایی می‌کنند. یکی از مهمترین بخش‌های کاخ اتاقی است که کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در اون از دنیا رفت. ساعت اتاق هنوز روی 9:05 تنظیم شده، یعنی همون لحظه‌ای که آتاتورک در 10 نوامبر 1938 فوت کرد. این قسمت برای ترک‌ها خیلی ارزشمند و احساسی محسوب میشه. کاخ دلمباغچه توی محله بشیکتاشه و به راحتی با تراموا، مترو یا حتی کشتی‌های داخل شهر میتونین بهش برسین. بلیت ورودی ممکنه یکم گرون باشه، ولی اگر عاشق تاریخ و معماری هستین ارزش دیدن داره. کاخ دلمباغچه یک نمونه بی‌نظیر از شکوه امپراتوری عثمانیه که هم تاریخ، هم هنر و هم معماری مدرن رو توی خودش داره. اگه یک روزی استانبول تشریف آوردین حتما این کاخ رو توی لیستتون بذارین. اگر با ماشین هم تشریف آوردین میتونین ماشینتون رو در سمت راست قسمت پارکینگ کاخ دلمباغچه پارک بکنین و پیاده از این قسمت روبرو وارد کاخ دلمباغچه بشین.